به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار با یکایک شما باد در هر کجای عالم باشد و در هر وقت و زمانی که ما را تماشا میکنید. برادران و خواهران عزیز، همدیاران محترم، ما چند وقت بود که در خدمت شما نبودیم و خیلی از دوستان سوال میکردن، زنگ میزدن، مینوشتن که چرا در وقت آخر هیچ صحبت ویدیویی حداقل در این ماه آخر نداشتیم و حتی گفتند که این حالت باعث بعضی از سر و صداها و آوازها هم شده است. خب شما طبیعی است میدونید که فعالیت سیاسی این تنها از طریق ویدیو صحبت کردن یا که کار با رسانه ها نیست. فعالیت سیاسی به مراتب وسیع‌تر و کلانتر هست و بخصوص باز در اروپا در شرایطی که دیگر در تابستان معمولا سیاستمداران در تعطیل هستند و بیشتر انسان بالای مطالعه، بالای ملاقات‌های دیگر، بالای سفرها کار میکند و طبیعی است که باعث شد که ما چند مدت در خدمت شما در رسانه بودیم و از طرف دیگر هم مسئولیت یک سیاستمدار، همونطوری که پیشتر گفتم، تنها کار با رسانه ها نیست. البته دوستانی که زحمت میکشند در رسانه ها، همچون بلاگر، همچون روزنامه‌نگار، طبیعی است که آنها یک جدول زمانی معین باید داشته باشند و حتما هم دارند که باید سری وقت در اون وقت تعیین شده با مردم صحبت کنند. اما یک سیاستمدار معمولا همون وقت باید صحبت کند که حرفی برای گفتنی هست، یک مسئله مهم است و اگر لازم باشد، شما هم شاهد هستید همدیران عزیز، که گاه ما در یک روز 2 مرتبه 3 مرتبه سخن میکنیم، صحبت میکنیم وقتی که این ضرورت باشد، یا گاه میشود که هفته 1 بار 2 بار 3 بار. بخصوص یادتان باشد اگر ما در شب روزهایی که قضیه بدخشان خیلی نگران کننده بود، ما تقریبا روزی نبود که یک برآمد نداشته باشیم، یا مسئله های دیگر مثل کووید و حادثه های دیگر. اما وقتی که حالا مسئله های داغ نیست و سیاستمدار باید دنبال کارهای دیگر باشد و خیلی از کارهای ساختاری، تشکیلاتی، فکری و کارهای دیگری هست که ما دنبال آن هستیم تا اینکه بتوانیم در مبارزه، در فعالیت خود، نه تنها از سمت رسانه‌ای بلکه از پهلوهای دیگر هم یک تقویت ببخشیم و کارها کمی بهتر شد. و سبب اساسی یک کمی دور بودن ما از رسانه‌ها در این چند وقت اخیر این بود، ولی با فرارسیدن این فعالیت‌ها، آغاز کار و زندگی در تمام ساحه‌ها، طبیعی است که و این چنین پیدا شدن مسئله‌ها و مسائلی که باید درباره آن صحبت کرد، طبیعی است که نه تنها وظیفه یک سیاستمدار یا سیاستمداران بلکه وظیفه تمام جامعه هست که باید درباره آن بگویند، بنویسند و پیام خود را به جامعه، به مردم برسانند. خب همدیاران گرامی، موضوع اساسی امروزه ما همونطوری که در اعلان ها رفت، این موضوع خیلی مهم و داغی هست که اخیراً شما در جریان هستید که مقامات رسمی اعلان کردند که به زودی، یعنی اگر دقیقاً بگویم 14 سپتامبر، در دادگاه عالی روسیه مسئله تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد شد و من وظیفه خود میدانم، ضرور دانستم که 1 هفته قبل از این حادثه که حالا معلوم نیست به چی می انجامد، یک صحبت با ملت عزیز داشته باشم و از نگاه خودم البته سبب‌های چرا این وضعیت رخ داد، چرا کار به این حد کشید و از همه مهمش این چی پیامدهای برای ملت، برای مردم و به خصوص برای مهاجرین ما در روسیه، نه تنها برای جانبداران و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا نیروهای اپوزیسیونی مخالفین در مجموع، بلکه این گونه حالت‌ها میتواند به هر یک مهاجر، به حیات او، به زندگی و آزادی او تاثیر برساند. بنابر همین لازم دانستم که این ساعت‌ها در خدمت شما باشم و انشاءالله بعد از صحبتی که خواهم کرد آماده هستیم که چندی از سوال‌های شما رو هم بگیریم. خب همدیاران عزیز، بیاید کمی تحلیل کنیم که چرا وضعیت به این حد رسید. چرا روسیه که از سال 2015 به بعد
نابسته از تلاش های پی در پی حکومت تاجیکستان، بخصوص شخصا خود امام علی رحمان که تلاش میکرد در صحبت های مستقیم با پوتین و وزیرانش با وزیران روسیه، مقامات رسمیش با همتاهای روسیه خودشان، تا اینکه موفق شوند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این کشور همچون تروریستی اعتراف شود، ولی تا امروز موفق نشده بودند. و این را هم باید گفت که تنها در سمت روسیه نه، حکومت تاجیکستان تا امروز در هیچ گوشه دنیا، نه در یک کشور نه در یک سازمان بین المللی موفق نشده است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را شامل کدام یک رویخط تروریستی نماید. اگرچه گاه از خود رسانه‌های نزدیک به حکومت می‌بینیم، می‌خوانیم که گویا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فلان رویخط کشورهای ODKB هست یا اینکه در کشورهای سازمان همکاری شانگهای هست، اما اینها به حقیقت راست نمی‌آیند. اینها یک تبلیغات و دروغ هستند. بله، حکومت تاجیکستان این رویخطها را پیشنهاد میکند و از همه مهمش تا حال در سازمان شانگهای برای مثال یک قرار قبول نشده است که مکانیزمی اعتراف کردن این یا آن سازمان همچون تروریستی در سراسر این کشورهای عضو چگونه باشد. انتظار می رود که در این نشست سمرقند که نیمه های ماه سپتامبر برگزار می شود، اون هم باز با تشبث طرف تاجیکستان این قرار قبول شود. و چرا برای تاجیکستان این خیلی مهم است؟ مثلا چرا خیتای، چرا روسیه، چرا ازبکستان، ایران یا دیگر کشورهای عضو سازمان شانگهای این تلاش را نمیکنند، بلکه تاجیکستان همیشه این تلاش را میکند. بلکه برای حکومت تاجیکستان در صحنه بین المللی هیچ مسئله مهمتر از آن نیست که شهروندان خودش را در خارج همچون تروریست معرفی کند. تمام حکومت‌های دنیا، وزیران کارهای خارجی، حالا سفیرها در فکر آن هستند که چگونه سرمایه جلب کنند، چگونه ملت را معرفی کنند، چگونه همکاری‌های دیپلماتی را با دیگر کشورها، همکاری‌های نظامی، اقتصادی را تقویت ببخشند. یگانه کشوری که از خود پرزیدنت شروع کرده تا حالا وزیران قدرتی اون طرف است، وزارت کارهای خارجی، سفیرها به این مشغولند که حکومت تاجیکستان است که تنها شهروندان خود را در خارج سیاه کنند، شامل رویخط‌های تروریستی کنند، با آنها بگن که شما کبیری را تروریست اعتراف کنید، شما نهضت را تروریست اعتراف کنید. و این شرط اول و اساسی همکاری با کشورهای خارجی است. این را هم یادم نرود که اخیراً معلومات رسید که با کشورهای عربی هم این کار الکی شروع کردن. با عربستان سعودی هم این شرط را ماندن که اگر شما میخواهید با ما رابطه خوب داشته باشید، همکاری خوب داشته باشید و ما منفعت‌های شما را در آسیای مرکزی حمایت کنیم، ما یک شرط داریم: شما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی اعتراف کنید. و این معلومات ها از ما نه تنها از عربستان سعودی میرسد، بعضی دوستان ما، شناسای ما که در مصر مثلا در رسانه ها کار میکنن، اونها با ما این پیام را فرستادن که دیپلمات‌های تاجیکستان این ورقه و معلومات ها در دستشون، مقاله های الکی نوشته شده، ترجمه شده به زبان عربی، تمام رسانه های مهمی مصر را میگردن، زوره میکنن، تولا میکنن، حتی پیشنهاد میکنن که ما همین صحیفه روزنامه شما را همچون رکلام میخریم، مثلا نیم صحیفه است، یک صحیفه است، شما این مقاله را چاپ کنید. مقاله چی است؟ مقاله این است که کبیری تروریست است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تروریست است. حتی در کشورهایی که تصور درباره نهضت اسلامی تاجیکستان ندارند، تصور درباره کبیری ندارند. اون دوست مصری من شوخی کرد، گفت که اصلا اینها خیلی احمقانه رفتار میکنن. مصری ها مثلا دنبال مشکلات زندگی خودشان هستند ولی پروای کبیری ندارن، نمیشناسن که کبیری کی است، نهضت اسلامی تاجیکستان کی است. اما وقتی که سفارت شما میاد تلاش میکنه در بزرگترین روزنامه الاهرام مصری که از همه روزنامه کلانترین است، رسمی هم هست، عکس شما رو و معلومات رو درباره شما میماند، یعنی این نزدیک 80-90 میلیون مصری وقتی که این رو میخواند حداقل درباره شما معلومات پیدا میکنند. بعد میرود گوگل میکند یا میبیند که کبیری کی است، نهضت چی هست، آیا این معلومات دربارهش درست است یا نیست.
اینا گفت با پول خودشون شما رو در جهان عرب تبلیغ کرده ایستادن. یعنی اگر خداوند که یک دشمنی احمق داد، همین خیلی دشمنت میدید که خداشان جای شکرانه دارد. اما ما نمیخوایم که سفارت‌های تاجیکستان، نمیخوایم که وزیران تاجیکستان خود را در این حالت دشوار بیاندازن. البته برای گزارش دادن اونها مجبورن که بعد اون نسخه روزنامه رو کسرکاپی میکنند و به وزارت خارجه، به کمیته امنیت، به دستگاه پرزیدنت میفرستند که ببینید ما سپارش شما رو انجام دادیم. در مصر کبیری رو همچون تروریست معرفی کردیم و در دیگر کشوران کار همین است. ولی تا امروز هیچ کشور اعتراف نکرده بود و اگر فدراسیون روسیه این کار را کند، شاید اولین کشور می شود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را، و اون هم بعد از 7 سال دواده و تلاش و پاره‌دهی و چاپلوسی و تملق با آن در یک کشور موفق شوند. و سوال این است که آیا بعد از روسیه دیگر کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان پیروی خواهند کرد یا نه؟ این را وقت نشان می‌دهد و بازم یک تکرار میکنم، شاید در این یک هفته که باقی مونده است یگان تغییرات رخ بدهد. ولی طبیعتا چون وقتی که در سطح بالا مسئله حل میشود خیلی دشوار است. و حالا برگردیم به سوال اساسی که چرا چنین شد، چرا 7 سال روسیه تن نمیداد، قبول نمیکرد، اگرچه ما معلومات ها داشتیم که از همون سال اول 2015 این تلاش‌ها شده بود. اگر همدیاران خوب در جریان هستند معلومات دارند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را اخیرهای ماه سپتامبر 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی اعلام کرد و اولهای ماه اکتبر 2015 به نظرم همون شب و روزها زادروز هر دو رئیس جمهورهای تاجیکستان و روسیه هست. فکر کنم اولهای ماه اکتبر باشد. اونا در شهر ساچی ملاقات داشتند و دوستانی ما، کسانی که خب به هر صورت ما میشناسیم، در روسیه کار و زندگی کردیم، تحصیل داشتیم در اکادمی دیپلماتی، و ما این معلومات ها رو میرساندن که امام علی رحمان نه تنها در جشن زادروز، در ملاقات ها، حتی یک چند روز دیگر ایستاد تا اینکه این مسئله را بپذاند و با یک دستاورد به دوشنبه برگردد همچون هدیه زادروزی خودش و در تاجیکستان اعلان کند که خب روسیه هم بلافاصله بعد از یک هفته بعد از تاجیکستان تروریستی اعتراف کرد. اما جواب روسیه قاطعانه نبود و یک هفته گفتن ما آموختیم. هیچ دلیل برای تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه در تاجیکستان، نه در روسیه، نه در یگان گوشه دنیا دست به یگان اقدام تروریستی نزده است. برعکس همچون یک حزب معتدل با همه کشورها، با از آن جمله با روسیه هم رابطه‌های خوب داشته. من سفرهای زیادی از ولادیواستوک شروع کرده تا سنت پترزبورگ و کالینینگراد داشتم. با نه تنها با مهاجرین تاجیک ملاقات میکردم همچون دپوتات و همچون رئیس حزب، بلکه با نمایندگان رسمی روسیه هم ملاقات‌های زیاده بود. سخنرانی‌های زیاد داشتم در رسانه‌ها، در تالارهای روسیه و بنابر همین اینا همش تاثیر داشت، نتیجه داشت و تا این لحظه جانب روسیه این را اعتراف نکرد و قبول نکرده بود. پس سوال اساسی میماند که چرا روسیه با این همه معلومات، شناسایی از نهضت اسلامی تاجیکستان و همکاری ها، یک بار آمد پروکورور ژنرالی روسیه کراسنوف در دوشنبه روز 26 ایول اعلان کرد که به دادگاه عالی روسیه این درخواست را فرستادند و 14 سپتامبر یک هفته بعد اون بررسی خواهد شد. دوستان گرامی، سبب اساسی رو بنده نه در تاجیکستان میبینم، نه در روسیه میبینم و نه در فعالیت نهضت اسلامی تاجیکستان که نهضت اسلامی تاجیکستان یک باره بعد از 7 سال، ما در این 7 سال چیکار کردیم که روسیه به این نتیجه رسید که ما را باید تروریستی اعتراف کند؟ برعکس 2015 بلافاصله من دستور دادم با یک فرمان رسمی خودم که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چون در تاجیکستان فعالیتش قطع شد، در سراسر کشورهای اسنگ مشترک المنافع اون باید که فعالیت خود را قطع کند. هیچ کس حق ندارد از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این کشورها فعالیت کند. برعکس این خودش یک دلیل قوی بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مقیاس این منطقه فعالیت نکرده ایستاده است. بنابراین هیچ ضرورتی برای اعتراف آن همچون
حزب تروریستی نیست. اما دوستان گرامی، هموطنان عزیز، مشکلی را باید در حادثه‌های اوکراین جستجو کرد. جنگ اوکراین و حادثه‌های اوکراین باعث آن شد که در سیاست جهانی یک تغییرات با وجود آمد و جهانی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به سمت یک قطبی میرفت. حالا من در اینجا بها دادنی نیستم که جهان یک قطبی بهتر است یا دو قطبی یا بسیار قطبی، این مسئله کاملا دیگر است. اما یک عده از کشورها مثل روسیه و کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدند که باید آهسته آهسته اون جایگاه، نفوذ و وضعیتی که در زمان اتحاد شوروی بود باید که برقرار شود و دنیا از نو تقسیم شود. حالا اسمش را پیشتر ناتو و ورشاوسکی دوگوور بود، شرطنامه یا عهدنامه ورشاو. حالا شاید با هر نام دیگر این دنیا باید تقسیم شود و کشورهای دیگر بین منطقه‌های تحت نفوذ غرب با رهبری امریکا و شرق با رهبری روسیه و چین، یا روسیه با تنهایی یا همراه با چین، یا چین با تنهایی با کمک روسیه باید تقسیم شود و میده کشورها، میده ملت‌های مثل تاجیکستان و ازبکستان و حالا کشورهای افریقایی دیگر راه جز این ندارند که باید در پیروی از یکی از این قطب‌ها باشند، که البته از نگاه من این خیلی یک مصیبت است، جهان را باز به یک مشکلات دیگر وارد خواهد کرد و ملت‌های میده را مثل تاجیکستان و کشورهای دیگر مجبور میکند که سیاست‌های مستقلانه خود را کنار بگذارند، از یک ابرقدرت پیروی کنند. حالا این موضوع بحث ما نیست، اما جنگ اوکراین متاسفانه به تاجیکستان ما هم تاثیر رساند در تمام سمت‌ها، از آن جمله به وضع مهاجرین ما. درآمد مهاجرین در نتیجه این جنگ کم شد و در نتیجه تحریم‌های اقتصادی روسیه خیلی از مهاجرین ما جای کار خود را از دست دادن و این به اقتصاد تاجیکستان ما هم ضربه میزند و از طرف دیگر مقامات تاجیکستان، حکومت تاجیکستان را مجبور میکند که در این تقسیمات جدید یک موقع‌گیری مشخص‌تر داشته باشد. البته کاری آسان نیست. من خیلی درک میکنم حکومتداران تاجیکستان را و شما هم هموطنان عزیز میبینید که در همین یک ماه چگونه زور میزنن، تلاش میکنن که بین ابرقدرت‌ها یک بازی‌های صورت بگیرد، همکاری‌های صورت بگیرد. از یک طرف وقتی که از زبان پروکورور ژنرالی روسیه صدا داد که ما درخواست تاجیکستان را پذیرفتیم و نهضت تروریستی اعتراف می‌شود، بلافاصله برای آنکه غرب ناراحت نشود یک تمرین نظامی یا وین اوچین با شرکت کشورهای غربی در تاجیکستان برگزار شد. بعد که باز دیدن که روسا کمتر ناراحتن از این کار، حتی از زبان پاتروشف هم ناراحتی صدا داد، بلافاصله رحمان مجبور شد که بیاد باز سال 2023 را سال زبان روسی اعلان کند. یعنی این از یک لگر به لگر دیگه کوچیدن، پریدن و بازی کردن دلیل چی است؟ دلیل آن است که دیگر مجبور می شود سیاستش رو با این کشورهای پرقدرت هماهنگ کند و سیاست مستقل خارجی و داخلی در آینده نزدیک دیگر نخواهد داشت. اما طبیعی است که روسیه هم بعد از این حادثه‌های اوکراین در یک حالت دشوار قرار دارد. البته شما از صحبت‌های رهبران روسیه از زبان خود ولادیمیر پوتین، لاوروف و دیگر مقامات میشنوید که میگویند که نه، روسیه در ایزولیت نیست، روسیه تنها نمانده است، روسیه هنوز در سطح جهانی دوستان زیاد دارد، ما یگان مشکلی نداریم و سیاست‌های خودمان را همونطوری که پیشتر بود ادامه خواهیم داد، سیاست مستقلانه، یعنی بدون کدام کلاویش و تغییرات. اما واقعیت متاسفانه این طور نیست. حداقل مقامات روسیه با این تصمیمی که نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گرفته ایستادن نشان میدهند که نه، روسیه اون روسیه پیشینه نیست دیگر که با صلابت، با قدرت مستقلانه بیاد بگه که نه، من شما هر چی میخواهید گفتم بگیرید. اگر حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی اعلان میکند به من ربط ندارد، من چرا بیام حرف رحمانوف را تکرار کنم. اما چون روسیه در صحنه بین المللی آهسته آهسته تنها مونده ایستاده است، وضعیتش خیلی تنگ هست از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تحریم ها، از لحاظ بین المللی و مجبور است که این تحریم های اقتصادی را با یک شکل دور بزند، از اون بیرون بیاید و نشان دهد که نه، هنوزم در صحنه در منطقه
دوستان و شریکان استراتژیکی دارد و اولین سفرش را به تاجیکستان انجام داد و شما اگر اهمیت داده باشید پوتین بدون کدام وزیر حتی سخنگو نبود و صحبت‌های همراه رحمانوف داشتند که درباره اون معلومات زیاد هم به رسانه‌ها داده شد. غیر از همون تماشای 4 تا پیرامید از کدو و کارتوشکا و تربوز که واقعا این یک نمایشی حالا گویم آمیختگی بین فیودالیسم و کپیتالیسم هست که هیچ ربطی به یک دولت معاصر ندارد و تشکیل این گونه نمایشکاری های یعنی دروغینی حالا که نه به فرهنگ تاجیکی میزیبد نه به فرهنگ روسی، ولی به هر صورت این برمیگردد به ذوق خود رحمانوف و پوتین. اما بعد از اون معلومات زیادی که نبود، بلا فاصله بعد از پوتین کراسنوف پروکورور گنرالی به دوشنبه سفر داشت و این بیانیه در اونجا اعلان شد و حس زده می شود و معلومات های هم هست که طبیعی است پوتین در این سفر از رحمانوف طلب کرد که خب اگر شریک استراتژی روسیه هستید این را اثبات کنید، نشان بدهید و با ما چی کمک کرده میتونید در این لحظه دشوار که ما هم از لحاظ اقتصادی در تحریم هستیم، هم نیاز به نیرو ذخیره ها داریم، بخصوص در بردن جنگ در اوکراین به هیچ وجه این بدون سرباز و عسکر نیست و حالا ما جزئیات این چون فکت و معلومات دقیق نیست در اساس آوازها نمیتونیم گفته که چه توافقات مشخصی در اونجا شد و امام علی رحمان چه پیشنهادهای به جناب پوتین کرد. اما در عوضش طبیعی است معلوم شد که چرا درخواست کرده است. در عوضش نه سرمایه گذاری درخواست کرد. ما هیچ خبری نداریم که روسیه اعلان کرده باشد که به اقتصادات تاجیکستان برای مثال چند میلیارد سرمایه وارد خواهد کرد. همونطوری که به طالبان وعده کرد که 5 میلیارد سرمایه به اقتصاد افغانستان وارد خواهد کرد. ما یگان توافقنامه دیگر رو امضا شده رو ندیدیم و احتمال زیاد می رود که در این نشست طلب طرف تاجیکستان تنها این بود که باید روسیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی اعتراف کند و در عوضش هر چیزی که روسیه از تاجیکستان میخواهد آن برآورده خواهد شد و همین بود که بلافاصله بدون کدام دلیل، بدون کدام تغییرات در صحنه سیاسی در فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روسیه آمادگی خود را اعلان میکند که ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی اعلان خواهیم کرد. حداقل این نظر پروکورور گنرالی هست و حالا ما در روبروی یک واقعیت قرار داریم. البته دوستان گرامی این معنی را ندارد که تنها کاری که ما در این بین کردیم بعد از این اعلان که بیشتر از یک ماه میگذرد همین باشد که صحبت کرده باشیم. نه، رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این ماه برای همین من حالا گفتم که زیاد دیگر در صحنه و در رسانه ها نبودیم. در این یک ماه تا اون جایی که امکان داشت تلاش شد، فهمانده شد به کارشناسان، به مقامات رسمی، به دایره های مطبوعاتی، به اون کسانی که واقعا دلشون به روسیه، به تاجیکستان، به وضعیت منطقه میسوزد و یک کمی عقل دارند، منطق دارند، تلاش شد که با آنها صحبت شود، فهمانده شود که این اشتباهی بزرگ روسیه خواهد بود. اما نتیجه چی است تا امروز؟ من باید بسیار آشکار و صمیمانه با شما مردم عزیز صحبت کنم، زیرا دیگر وقتی پنهان کردن مسئله ها نیست. نتیجه این است که بسیار از نفرهای خیلی مؤثر، کارشناسان، کسانی که واقعیت را درک میکنند، اونها با افسوس میگویند که چون مسئله در سطح بالا حل شده است، تنها باز در سطح بالا اون را میتواند تغییر بدهد. دیگر کار از دست کدام وزیر و کدام پروکورور و کدام دادگاه عالی بیرون هست. شما میدونید که در این منطقه پسا شوروی دادگاه ها به هیچ وجه مستقل نبودند و نخواهند بود. حالا در روسیه خود شهروندان روسیه میدونند تا کجا مستقل است، ولی میدونید که در تاجیکستان ما وضعیت چگونه است که یگان دادگاه مستقل نیست و همون حکم را صادر میکند که رهبریت کشور میخواهد یا مقامات پروکوراتور میخواهند. بنابر همین احتمال زیاد است که در روسیه هم همین چیز تکرار شود و یعنی 90% هست. به هر صورت ما تلاش خود را کردیم. من تا امروز حالا فقط اون قسمتش را میگم که
نامه‌نگاری به وزیر امور خارجه روسیه لاوروف، شخصا به او، به تمام دپارتمنت ها و کسانی که به منطقه آسیای مرکزی و تاجیکستان ربط دارند با آنها نامه‌های رسمی با شرح مسئله، با فرستادن تمام سندها و حجت‌ها از زمان شوروی، از وقت تأسیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اتحاد شوروی تا امروز فرستاده شد و رئیس دادگاه عالی روسیه جناب لبدف و با دیگر مقامات ها این نامه‌نگاری انجام شد، این صحبت ها انجام شدند و خلاصه شو من به شما گفته ایستادم که یعنی اکثریت به این نظرن که این کار دیگر وقتی که در سطح عالی حل شده است از دست وزیر کاری نمی‌آید. یعنی من این اشاره به آن است که این مسئله در صحبت دو رهبر دو کشور حل شده است. خب و همین چیز باعث شد هم‌دیاران عزیز که من یک نامه سرکشاده به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین همین روز نشر کردم. همین روز امضا شد و هم فرستاده شد و هم در رسانه‌ها نشر شد. حالا نمیدونم دوستان تا این لحظه که من صحبت میکنم فرصت کردن در شبکه‌ها و رسانه‌ها، اگر همکاران ما نشر کرده باشند فرصت کردن آن را ببینن، مطالعه کنن، آگاه شوند یا نه، حتما بعداً خواهند دید و در شبکه‌ها و رسانه‌ها. و در این نامه سرکشاد به جناب پوتین نظر خود را، نگاه خود را و نگرانی‌های خود را از این تصمیم مقامات روسیه بیان کردم و بار دیگر خواهش کردیم یا پیشنهاد کردیم انیق‌ترش که دیگر این پیش روی این اشتباه گرفته شود، زیرا این بر ضرر تنها یک ملت روس و ملت تاجیک نیست، بر ضرر منفعت‌های همه کشورها هست، بر ضرر امنیت است، بر ضرر مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم هست. برعکس این کار خودش یک تکان بخشیدن بر رشد اکستریمیسم و تروریسم، کاشتن تخم ناامیدی در فکر و در قلب جوانان نه تنها تاجیک بلکه تمام مسلمان‌های منطقه هست. همون طوری که اکستریمیستی شناختن تفسیر قرآن مجید و صحیح بخاری از طرف یکی از دادگاه‌های روسیه بسیار یک اشتباه بزرگ بود که بعداً خبرها پخش شد که باز خودشون این اشتباه رو فهمیدن یا با دخالت کسی این اشتباه اصلاح شده ایستاده است. یعنی این معنا رو دارد که مقامات روسیه واقعاً دست به اشتباهات میزنن که بعد مجبور میشن آن را اصلاح کنن. همون طوری که در زمانش طالبان را تروریستی اعلام کردن، هنوز هم در روی خط حزب و حرکت‌های تروریستی روسیه هست و امروز روسیه مجبور شده است که باز طالبان را همچون مهمان فخری برای مسکو به کرمل دعوت کند، ملاقات کند، با آنها وعده سرمایه بدهد، آنها را شریک خود بداند. و چرا باید یک اشتباه در اول صادر شود بعد اون را تلاش کنید که اصلاح کنید؟ من در این نامه سرکشاد خود به جناب پوتین این مسئله ها را ذکر کردم و شاید سوال با وجود بیاد که آیا چه ضرورت داشت که به رهبر روسیه چنین یک نامه سرکشاد نوشته شود؟ آیا با راه‌های دیپلماتی معروف امکان نداشت که نامه فرستاده شود و آیا در عرف دیپلماتی این قبول هست؟ بله، من که در این نامه هم قید کردم که خود همچون ختم کننده اکادمی دیپلماتی مسکو که این درس نامه‌نگاری و دیپلماتی نامه‌نگاری رو از بهترین متخصصان مکتب دیپلماتی شوروی و روسی آموخته‌ایم، خیلی آگاه هستم، میدونم. اما همدیاران عزیز، شرایط و زمانی که ما در آن قرار داریم دیگر شرایط سخن‌های دیپلماتی زیاد نیست، رفتارهای دیپلماتی زیاد نیست و از همه مهمش وقت تنگ است. ما طبق عرف دیپلماتی نامه به لاوروف زدیم، به لبدف زدیم، با تمام مقامات روسیه در این ماه صحبت کردیم، اما وقتی که اونها میگن که از دستشون کاری نمیآید میماند دیگر تنها نفری که این تصمیم را گرفته است و تصمیم را اگر که بخواهد و درک کند باز خودش عوض میکند که اونم رئیس جمهوری روسیه پوتین هست و در این یک هفته باقی مانده با این روش بیروکراتی و دیپلماتی پیام طبیعی است که نخواهد رسید و اونم در شب و روزهایی که در اوکراین روسیه وارد معرکه نظامی هست. بنابر همین من شخصا ضرورت رو بر این دیدم که یک نامه سرکشاد و رسانه‌ای باشد. حالا اگر به تصمیم روسیه تأثیر رساند خیلی خوب، این هم به نفع روسیه هست، هم به نفع تاجیکستان، به نفع ده ها و شاید صدها هزار
انسان در منطقه ما. اما اگر که تصمیم گرفته شده است و این نامنگاری ها و این اعلان نگرانی های ما تاثیر نخواهد داشت، پس ما حداقل مسئولیت خود را انجام دادیم در پیش پروردگار، در پیش ملتمان، در پیش هدف‌های مشترک همه ملت‌های منطقه از آن جمله روسیه و تاجیکستان. و این تاریخ دیگر خودش شاهد است، گواهی می‌دهد که ما نه تنها کاری را انجام ندادیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون تروریستی اعتراف شود، بلکه تمام تلاش خود را کردیم که پیش روی این کار را بگیریم و منتظر میمونیم که در این یک هفته آینده چه حادثه خواهد شد. اما همدیاران عزیز، بخصوص کسانی که این حرفای ما را میشنوند و این قرار دادگاه روسیه اگر روز 14 سپتامبر قبول شود به حیات آنها تاثیر خواهد داشت. من میخواستم چند جمله به آنها هم بگویم درباره پیامدها که این را همچون یک توصیه برادرانه خود قبول کنند. حتما این قرار پیامدها خواهد داشت. به ما، البته با اون کسانی که اعضای فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز هستند در خارج یا کسانی که زندانی هستند، نه. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبریتش اون تلفات را و اون ضربه را که باید میداد و چشید الکی داد. حزب منع شد، مالکیت حزب، مالکیت رهبریت مصادره شد، بعضی ها شهید شدند، بعضی ها دیگر در زندان حکم ابد و مدت طولانی حکم گرفتند، بعضی دیگر رهبریت و دیگرها در هجرت هستند و دیگر روسیه اگر نصف دنیا ما را تروریستی هم اعلان کند به ما هیچ ضرر علاوگی مادی، معنوی و به فعالیت ما نخواهد رسید، از آن جمله به اون برادران بزرگواری که در زندان نشستند. اما ضرر به مردم عادی می شود. پیامد این به مردم عادی است که اکثریتش شاید که عضو نهضت اسلامی تاجیکستان نباشند، اکثریتش شاید هیچ ربطی به نهضت اسلامی تاجیکستان نداشته باشند. با نظر داشت اون شرایطی که در منطقه ما، در روسیه، در تاجیکستان، در کشورهای سابق شوروی هست که نه قانون هست، نه حکم عادلانه هست، نه سودی مستقل هست، از طرف دیگر مقامات سودی، پروکراتورا و پلیسی فساد زده کروپسیونی هست، مقامات دیکتاتوری هست که هیچ انسان در نزد آنها قدر ندارد و میتواند خیلی آسان طعمه آسانی آنها شود. مثل هم برادرانی که 10 نفر را از روسیه دپورت کردند، چه برادران بدخشانی، چه دوشنبگی، چه شخصیت‌های سیاسی، چه تاجرها، چه روحانی‌ها، مثل صدها و هزارها نفرانی که در تاجیکستان، در روسیه دچار این خشونت، دچار قانونشکنی و پامالشوی حقوق از طرف مقامات قدرتی میشوند. من میترسم که این قرار باز یک بهانه دیگری نشود، به دست این مقامات نافتد، یک دلیل، یک بهانه تا اینکه از اون سوء استفاده کنند و اون رو علیه مردم استفاده برند. البته همزمان این را هم بگویم که جای یگان ترس و جای یگان آن نیست که مردم دیگر امید را از دست بدهند. نه، فقط توصیه برادرانه ما مشورت کردیم با دوستان این هست، تحلیل کردیم که چه پیامدها میتواند باشد. این است که دیگر با نظر داشت اون شرایطی که هست، برادران مسئول، برادران یک کمی فعال که فعال سیاسی منظور هم نیست، چون در روسیه و در تاجیکستان هیچ کس فعالیت سیاسی ندارد. شما اگر یک کمتر انسان آزاد هستید، انسان مستقل هستید، فعال اجتماعی هستید، فعال اقتصادی هستید، تاجر هستید، فعال دینی هستید، فعال مذهبی هستید، شما اگر انسانی سربلند و مستقل هستید، بدانید که شما هدف قرار خواهید گرفت. مگر اون بلاگرهایی که در تاجیکستان زندانی شدن اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. حتی بعضیشون میگفتند که وقتی ضد ما هم برنامه میکردن، باز در آخر و در اول برنامه میگفتند که هموطنان خارجی، هموطنان اپوزیسیا، شما از این نوارهای ما استفاده نبرید که ما رو متهم به همکاری نکنند، ما با شما نیستیم، با شما مخالفت داریم غیر و هکذا. ولی این نجاتشون نداد. یا چندین بیزنسمن ها را مالکیتشون را گرفتن، اقتصادشون را از دستشون گرفتن، زندانیشون کردن، ملاها را همچنین در روسیه، در تاجیکستان. اینا هیچ کدامش ربطی به نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی یا گروه 24 ندارن، بلکه اینا همه بهانه هستند. از همین گونه قانون ها، از همین گونه قرارها این مقامات فساد زده سوء استفاده میکنن و افراد بیگناه را
زندانی میکنن، اذیت میکنن، پولشون رو میگیرن. و شما تصور کنید که وقتی که کار شما به دست یک پلیس روسیه افتید، پلیس تاجیکستان افتید، با 1000 و 2000 کار شما بود نمیشود. بعضی‌ها مجبور میشن خانه‌شون رو بفروشن تا اینکه از این مصیبت خلاص شوند. بنابراین ما مسئولیت خود میدونیم، قرض خود میدونیم همدیگران عزیز که این توصیه را کنیم که کسانی که بخصوص در روسیه هستند باید در فکر آن باشند که به یک کشور امن‌تر، به یک کشوری که در اونجا حقوق انسان حداقل در اساس قانون یک کمی رعایت می شود، آنها بکوشند، سفر کنند و منتظر باشند تا وقتی که ببینن حادثات چی می شود. چون بلافاصله بعد از اون که قرار قبول شد، اون دیگر مورد عمل قرار می گیرد. و شما تصور کنید که به این هم حکومت تاجیکستان تمام کارمندان قدرتی کشورهای پسا شوروی و دنیا را با روی خط تاجیکان پر کرده است. یعنی اینترپل بیشتر از 3000 شهروند تاجیکستان است که از خطای 1.5 میلیارد هم زیاد، از هندوستان 1 میلیارد هم زیاد، از کشورهایی که 500 میلیون اهالی دارند در اینترپل اونقدر روی خط ندارند، با 10 میلیون اهالی تاجیکستان در روی خط شاس، در روی خط اودکبه، در روی خطهای دیگر. بعد از این قرار باز پروکراتور تاجیکستان، مقامات قدرتی باز روی خط ده ها و شاید که صدها هزارها نفرهای دیگر رو میفرستند و هر کدام شما میتواند طعمه یا هدف اون پلیسی که نه از نهضت خبر دارد نه از فعالیت های ما در روسیه قرار بگیرید، کامپیوتر رو میزند و نام شما میبراید، دیگر اون تحقیق نمیکند که راست است یا دروغ. شما را یا زندانی میکنن یا با پول کلان مجبور میشوید که خود را رها کنید. بنابراین کسانی که فکر میکنن که آنها هیچ گناهی نکردن چرا هجرت کنن، چرا احتیاط کنن، دقیقاً همون اشتباهی را تکرار میکنن که برادران و خواهران ما در دوشنبه بعد از سپتامبر 2015 کردن. وقتی با آنها گفته شد که برادران این حکومت‌های دیکتاتوری منطق ندارن که شما بتوانید اثبات کنید در سود در دادگاه، بیا بیرون بعد بیگناهیت رو از بیرون اثبات کن. مثل که بازای سعید گفته شد که بر نگرد به تاجیکستان، گفت نه من میروم در اونجا عدالت رو اثبات میکنم، در تاجیکستان قانون هست، من چی گناه کردم؟ برادران و خواهران ما هم در نهضت همین را گفتن و ایستادن در تاجیکستان. نتیجه چی شد؟ نتیجهش زندانی به مدت طولانی. و این اشتباه رو نباید ما تکرار کنیم فقط اون که ما گناهی نکرده ایم. باز تکرار میکنم برای حکومت تاجیکستان گناه کردن شرط نیست، برعکس شما اگر گناهکار هستید و گناهی صادر کردید شما طرفدار رحمانوف میشوید، مجبور میشید چاپلوسی و تملق کنید و رحمانوف خودش در جلسه میگوید که با وزیران و با کارمندان شما فکر نکنید که من نمیدونم شما چی جنایت کردید، فقط میگید از حد نگذرانید. مثل اون جوانی که شهباز بود، شاهروخ بود، گفت این جنایت کردی 15 سال زندانی باید شوی، ولی چون جوان هستی، چون جوانی عضو خانواده یا طرفداری من هستی، من خب زندانیت نمیکنم. یعنی اون جنایتکار است، رحمانوف میدونه و در تمام اداره‌های حکومتی همین گونه جنایتکار نشسته کار کرده ایستادن، عضو حزب خلق دموکراتی هستند، اینا زندانی نمیشوند. برای چی؟ برای اینا طرفدار رحمانوف هستند. زندانی کسی میشود که یا مخالف است یا بی‌طرف است یا انسانی آزاد است. یعنی بی‌طرفی و انسانی آزاد بودن هم در نزد حکومت رحمانوف جنایت است، تو باید زندانی شوی و شرط نیست که تو جنایت صادر کرده باشی. بنابر همین دوستان عزیز در هر کجای دنیا هستید، مقامات تاجیکستان توسط مقامات روسیه، توسط مقامات نمیدونم یک کشور همسایه دیگر به شما دسترسی دارد، شما به امید بیگناهی و انسانی قانون محور بودنتون نشوید. توصیه ما این است که در فکر آن باشید که یعنی یگان جای امن‌تر باشید بروید و منتظر شوید که چه قرارها میشود. ما تلاش خود را تا آخر خواهیم کرد و البته دعا میکنیم و امیدواریم که اولش که این قرار قبول نشود، بعدا قرار هم که قبول شد مقامات روسیه سریع عقل بیان که همه شهروندان تاجیک را، بیگناهان را قربانی این قرار نکنند. البته این هم باید بگیم که در نامه‌نگاری‌هایی که ما کرده ایستادیم باز با نظر داشتی آنکه شاید این قرار قبول شود باز تاکید کرده ایستادیم، خواهش کرده ایستادیم که هیچ تأثیری به شهروندان تاجیک در اونجا نداشته باشد، ولی باز هم منتظر خواهیم بود که چه نتیجه خواهد داد. بنابر همین
دوستان گرامی، من در اینجا صحبت خود را به انجام میرسانم و اینک نزدیک 40 دقیقه صحبت کردیم. حالا اگر دوستان در استودیو، در کارمندان استودیو یگان نفر سوال داشته باشد وارد کنند و تا اینکه ما با سوالهای مردم جواب بدیم. تا آماده شدن دوستان در استودیو و وارد کردن کسانی که سوال میدهند، من میخواستم اینجا چند جمله به زبان روسی هم برای بینندگان و شنوندگان روس زبان به خصوص مقامات روسیه هم گفته باشم تا اینکه نگاه ما و شناخت ما از این مسئله نه تنها به طور خطی بلکه به طور صحبت هم به آنها برسد. Дорогие друзья, в России, те, которые нас слышат, я хочу, пользуясь случаем, обратиться к вам по поводу одной проблемы. Недавно генпрокурор Российской Федерации господин Краснов в Душанбе объявил о том, что скоро, 14 сентября, Верховный суд Российской Федерации будет рассматривать вопрос о признании нашей партии, партии Исламского возрождения Таджикистана, террористическим на территории Российской Федерации. Это печальная новость не только для нас, для членов, бывших членов партии, сторонников, но и для всего таджикского общества, в частности для наших граждан, которые проживают, работают в России, потому что десятки тысяч, а возможно даже сотни тысяч на этом огромном пространстве, постсоветском пространстве, могут стать жертвой этого ошибочного решения. Почему мы считаем это решение, если оно будет так принято, ошибочным, не только для Таджикистана, не только для таджикского народа, но и для России, потому что партия Исламского возрождения Таджикистана считалась и считается на сегодняшний день одним из самых умеренных политических, религиозных политических партий не только в нашем пространстве, постсоветском пространстве, но и по всему миру. До сих пор ни одна страна, ни одна международная организация, несмотря на все старания руководства Таджикистана, не признала нашу партию террористическим, даже экстремистическим. Если Россия будет принимать такое решение, к сожалению, это будет первая страна, которая примет такое ошибочное решение, очень политизированное решение, и оно будет, естественно, будет иметь свои негативные последствия. И мы очень надеемся, что, хотя осталось очень мало времени, всего одной недели до рассмотрения этого вопроса, мы очень надеемся, что наш голос будет услышан не только Верховным судом Российской Федерации, его председателем господином Лебедевым, которому я отправил официальное письмо, не только Министерством иностранных дел России, господином Лавровым, который был в свое время представителем Российской Федерации в Совет Безопасности в ООН, и там под патронажем Совета Безопасности ООН проходили межтаджикские переговоры, и финальная часть, последний раунд переговоров и общее соглашение о мире и согласии в Таджикистане была подписана в Москве 27 июля 1997 года. И если Россия примет такое ошибочное решение, оно сведет на нет не только результаты огромных усилий российских дипломатов, российских руководителей, включая покойного Примакова, с которым я встречался, Устод Нури, покойный лидер нашей партии. Господин Примаков посетил Кабул в начале переговорного процесса. И именно они, представитель России и лидер нашей партии, заложили основу мирного процесса, и результатом стало общее соглашение о мире. Кстати, дорогие российские друзья, Россия является не только страной, которая приняла у себя несколько раундов переговоров, страной, которая продвигала эту идею в Совет Безопасности ООН,
но и Россия является страной-гарантом мирного соглашения вместе с Ираном, вместе с Казахстаном, с другими государствами Центральной Азии. И если будет принято такое ошибочное решение, это говорит о том, что, к сожалению, Россия отказывается от своих обязанностей, отказывается от тех достижений, которые добилась Россия в течение последних 20 лет в этом направлении. И самое печальное, самое негативное то, что оно будет иметь последствия и в вопросе борьбы с терроризмом. Нельзя бороться с терроризмом с использованием двойных стандартов. Кстати, я в этом открытом письме господину Путину написал о том, что он лично несколько раз критиковал международное сообщество по поводу того, что некоторые государства используют двойные стандарты при определении террористов, террористических организаций, и это используется в политических целях. Я в этом полностью согласен с господином Путиным, но очень надеюсь, что сама Россия не повторит те ошибки, которые делали другие государства. И сам руководитель России, господин Путин, должен доказать, что Россия не использует двойные стандарты при определении понятия террориста и террористических организаций. Где логика? Где аргументы? Если Россия сегодня принимает у себя движение Талибан, сотрудничает с движением Талибан, который находится в списке террористических организаций в самой России, одновременно объявляет ПИФТ террористической организацией, хотя знает, что ПИФТ был легальной парламентской партией, и ПИФТ – часть, одна сторона мирного соглашения, мирного процесса. Руководители ПИФТ, в том числе я, посещали много раз Россию, встречались на самом высоком уровне, конечно, не на уровне президентов, но на уровне министров, лидеров политических партий, на уровне других представителей официальной России. У нас хорошее сотрудничество было на уровне муфтиата, на уровне региональных структур. Почему вдруг Россия перестала последовать своей политике и в угоду Эмомали Рахмону решил объявить нашу партию террористической? Да, мы понимаем, что сегодня ситуация вокруг России неоднозначна. Лидеры Российской Федерации все время заявляют о том, что Россия не изолирована, Россия не одинока, Россия следует своей позиции последовательно, никаких изменений нет. События вокруг Украины не повлияют на российскую позицию, но действия российских чиновников доказывают обратное. Если такое решение будет принято по отношению к нашей партии, это доказательство тому, что Россия изолирована, Россия нуждается даже в поддержке таких политиков, как Эмомали Рахмон, и готова уступить ему, несмотря на то, что в самой России не верят в то, что наша партия является террористической. И как раз это будет доказательством тому, что Россия идет на уступки Рахмону, потому что Россия сегодня слаба, изолирована и нуждается в международной поддержке таких руководителей, как Эмомали Рахмон. Я очень надеюсь, что это не так, и Россия докажет, что это независимая страна, не изолированная страна. Россия – это страна, которая имеет собственную позицию, собственную политику, собственное определение террористов и террористических организаций. Поэтому, хотя осталось время очень мало, всего одной недели, я очень надеюсь, что все наши старания, те письма, которые мы отправили господину Лаврову, господину Лебедеву, и открытое письмо, которое я опубликовал господину Путину, и десятки других наших обращений, оно будет учтено, и российский суд примет правильное решение и не признает
нашу партию как террористическую, потому что это будет как раз поддержка терроризма. Очень многие граждане, особенно молодежь, не только в Таджикистане, но и на всем постсоветском пространстве, они будут убеждены после этого в том, что даже умеренная политика, даже политика нашей партии, которая все время отвергала насилие, вооруженную борьбу, и все время мы боролись против терроризма и экстремизма, оно не только не дает результатов, наоборот, такие же умеренные партии, они сами становятся жертвой двойных стандартов. Это еще раз доказывает им, что надо прибегать к другим действиям для того, чтобы наконец-то вас признали силой. Если Россия признает Талибан только после того, как что они не сложили оружие, они боролись до конца вооруженным путем, и Россия вынуждена была потом с ними иметь дело, то это будет... А наоборот, партия Исламского возрождения Таджикистана, которая отказалась от оружия, взялась за мирную деятельность, участие в парламенте, участие в выборах, построение взаимовыгодного сотрудничества с Россией, с другими государствами региона, и результатом становится ее признание как террористическое, это сигнал для молодежи, это сигнал для будущего, что для России, для других государств региона приемлемы только практика и тактика талибов и тех движений, которые следуют за движением Талибан и других вооруженных групп, а не политика и не тактика партии Исламского возрождения, умеренных политических партий и движений. Поэтому я думаю, что это будет очень большая ошибка, если Верховный суд России примет такое решение. И мы со своей стороны, как я уже указал в этом письме, остаемся приверженцами нашей стратегическим взглядам, стратегической позиции, независимо от того, что какое решение примет Верховный суд России, мы будем дальше работать, дальше вести свою деятельность только в рамках законов тех государств, где мы существуем, мы ведем работу, а там, где мы запрещены, мы не будем работать. И только будем работать в интересах нашего государства, нашего народа и во благо всех народов нашего региона. Очень надеюсь, что наша позиция и наши доводы будут учтены Российским Верховным судом. دوستان گرامی، اینجا اگر در یگان سوال آماده باشد از طرف بینندگان ما آماده هستیم، اگر نه پس من در اینجا صحبت آخری خود را خواهم کرد و اینجا نوشتم دوستان، فقط سوال نیست، بعضی پیام ها هست، اما فکر کنم حالا وقتی جواب دادن به پیام ها نیست، بلکه ما آماده بودیم تنها به سوال ها جواب بگیم. خب دوستان گرامی، اینجا دیگر شما خودتان شاهد بودید، ما نقطه نظر خود را گفتیم به زبان تاجیکی، به زبان روسی، آن مقداری که شرایط و وضعیت امکانیت میداد و تا اینکه حتی اگر کمترین تاثیر هم باشد به تصمیم نهایی مقامات روس رسانده شود. بازم تکرار میکنم همدیاران عزیز، این به خاطر اون نیست که اگر چنین قرار قبول شود به ما ضرر داشته باشد. من پیشتر هم گفتم که ما دیگر تلفات رو دادیم، هر چی ضرری که به ما میرسید اون رو چشیدیم، مگر اینکه دیگر اگر پروردگار نصیب کرده باشد جام شهادت هم ما یا دیگر برادران بنوشیم که این دیگر شرف است و فخر است، این تلفات نیست. ولی بازم تلفات رو مردمی بیچاره، مردمی عادی خواهند داد و تمام این تلاش های ما، تمام این نامه‌نویسی ها و مراجعت های ما به خاطر اون است که مردم تاجیک در هر کجای دنیا هستند، از آن جمله در روسیه، دچار یگان مشکلی دیگر نباشند. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت های بعدی.